درود بیننده گرامی، از مهمترین خبرهای جهان تاجیکستان در برنامه اخباری آزادی خواهیم گفت. امروز 22 اپریل است. سرخط خبرها: هزاران جوان در تاجیکستان معتاد کریستال و لیریکا شدند. مواد مخدری که مغز را از کار می اندازد و به سمت هر گونه جنایت می برد. فکر کردن اون انسان دیگرگون می شود. از همین سبب به هر راه رفتنشان ممکن است. آتش بس 2 هفته‌ای با ایران تمام شد، ولی دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا مهلت آن را با هدف رسیدن به سازش دراز کرد. آهنگران 8 انجمن آراستند و هنرشان را نمایش دادند و از کسب اجدادیشان گفتند، کسبی که هنوز احتیاج به آن زیاد است. مثلا از خطای همین کلاندو ما از دیگر دولت ما، لیکن با طلبات برای همین خود ما بسیار. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تهدیدی کمابی در آسیای مرکزی که مکان زندگی تقریباً 85 میلیون نفر است ابراز نگرانی کرده و خواستار تحکیم همکاری‌ها در استفاده با ثمر آب در منطقه شده است. او ضمن سخنرانی در همایش منطقوی زیست محیطی که در شهر آستانه صورت می‌گیرد گفته است آبشوی پیریخ‌ها در سراسر جهان از جمله تاجیکستان سرعت بیشتر می‌گیرند و این به ویرانشوی توازن آب، تهدیدها به محیط زیست و افزایش فلاکت‌های طبیعی آورده می‌رساند. در نشست منطقوی که در شهر آستانه 3 روز ادامه می‌کند و رهبران کشورهای آسیای مرکزی هم حضور دارند، مسائل تشکیل سیاست مشترک برای حفظ محیط زیست، استفاده با ثمر آب و محافظت عالم نباتات و حیوانات منطقه بررسی می‌شوند. تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان در چند سال گذشته سر تقسیم آب در منطقه بحث‌های زیادی داشتند. اگرچه بحث‌ها فرو نشستند، ولی اختلافات نظر باقی مانده است و از طرف دیگر سیاست‌های خود حکومت‌ها مشکلات زیادی زیست محیطی از قبیل نارسایی آب، تباهشوی زمین، کاهش جنگلزارها را به وجود آورده است. افزایش استعمال نوع‌های نوی مواد مخدر که حالا در تاجیکستان با نام لیریکا و یا کریستال معروفند، مایه نگرانی عمیق جامعه شناسان شده است. کار به حدی رسیده است که بعضی از جوانان بعد استفاده آنها کسی را بیرحمانه میکشند یا مثلا گوش کسی را گزیده میکنند. مقامات میگویند برای پیشگیری از قاچاق و فروش مواد مخدر کار زیاد میکنند، اما با گفته متخصصان این همه کافی نیست. علیشیر ظریفی گزارش میدهد. جنجال 2 دختر 15 ساله با یک راننده تاکسی در شهر دوشنبه نوارا پلیس پایتخت در آخر ماه مارت امسال نشر و پهن کرد. در آن ادعا شده است که این نابالغان مواد مخدر نوع متامفتامین یا کریستال استعمال کردند. مقامات قریب هر هفته درباره بازداشت این یا آن جوان نابالغ برای استفاده از مواد مخدر و مواد پسیخوتراپی چون لیریکا گزارش می‌دهند. جامعه شناس موجوده کاملزاده هم میگوید سن آنهایی که در تاجیکستان وابسته لیریکا و کریستال شدند یا آن را خرید و فروش میکنند جوانتر میگردد. از روی اطلاعاتی که با ما وزارت کارهای داخلی میدهند، سن سال جوانان زیادتر شده است. جوانان و نابالغان چگونه به مواد نشه‌دار و مدهوش کننده دسترسی پیدا میکنند؟ تلاش ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم نتیجه نداد. جامعه شناس موجوده کاملزاده بر اساس یک تحقیق انجام داده‌اش گفت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به سرچشمه اساسی دریافت و فروش و پهن مواد نشه‌دار تبدیل گشتند. پهن کردن موادهای خودی مدهوش کننده علاقه طریق شبکه‌های اجتماعی و عالم رقمی نیز به نظر می‌رسد. در بعضی موارد انگشت اشاره به سوی داروخانه‌ها نیز دراز می‌شود. برای مثال پلیس دوشنبه ماه مارت امسال با پخش یک گزارش از بازداشت کسانی خبر داد که برخی بدون داروخط به جوانان لیریکا می‌فروختند. در ریاست امور داخلی دوشنبه برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. در تاجیکستان داروهایی را که در ترکیبشان مواد مدهوش کننده دارند به توصیه پزشکان دسترس کردن ممکن است. کارمند یک داروخانه به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت در چند ماه اخیر چنین طلبات از سوی مقامات سخت‌تر شده است. پزشک بختیار سالیباف خطر استعمال مواد نشه‌دار یا داروهای مدهوش کننده را چنین شرح داد. نفری که این داروها را استعمال میکند از کرده‌های خود، از گفتارهای خود میتواند بخبر باشد، یعنی که به راه‌های نادرست رود.
вақте ки ин доруро истеъмол кард, фикр кардани он инсон дигаргун мешавад. аз ҳамин сабаб ба ҳар роҳ рафтанашон мумкин аст. ҷавонони мубталои нашъамандӣ дар соли 2025 дар муқоиса ба як соли пеш қариб 11% афзуда, баръакс байни бузургсолон 3.5% кам шудааст. дар 3 моҳи аввали соли 2026 2852 нафар яъне ба қайди профилактика гирифта шудааст. вале ба назари ҷомеашинос Мавҷуда Комилзода шумораи воқеӣ метавонад бештар аз омори расмӣ бошад, зеро на ҳама гирифторони маводи нашъадор ошкору номнавис мешаванд. мақомот сабаби даст ба маводи нашъадор задани ҷавононро бештар ба бепарвоии падару модарон ва ноогоҳии ҷавонон аз паёмадҳои ногувори он рабт медиҳанд. сокинон дар бораи сабабу омилҳои рӯ овардани ҷавонон ба истеъмоли маводи нашъадор назари яксон надоранд. бекори ошоми волидайн ки назорат кама ба ҳамон хотир шояд ҳамин бошад. аз ҳолати беаҳамиятиву бекории онҳо мешавад. дар тоҷикистон беш аз 4000 мубталои нашъамандиро сабт карданд. дар миёни онҳо истифодабарандагони маводи синтетикӣ ва психотропӣ ба мисли кристалл ва лирика бештар шуда, баъзе ноболиғонро низ фаро гирифтааст. чанд ҳамсуҳбати мо гуфтанд ин ҳолат барои тоҷикистон ташвишовар аст, вале маълум нест мақомот ба ҷуз боздошту ҳабс барои пешгирӣ аз он чӣ барномаву нақшае доранд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه آتش‌بس با ایران را چند ساعت پیش از پایان مهلت آن برای مدتی نامعین دراز کرد. او گفت این کار را برای آن کرده است که هر دو کشور امکان ادامه گفت و شنود را داشته باشند. آتش‌بس با ایران 2 هفته پیش اعلان شده بود و روز گذشته میبایست به پایان میرسید. مقامات آمریکا و ایران یک بار در اسلام آباد مذاکره کردند و قرار است دوره دوم گفتگو برگزار شود. همکارم خرامان بقازاده گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم میکند. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا روز 21 اپریل آتش‌بس با ایران را برای مهلت نامعین دراز کرد تا دو کشور برای رسیدن به صلح امکان گفتگو داشته باشند. این قرار چند ساعت پیش از پایان مهلت آتش‌بسی 2 هفته‌ای نگرفته شد. ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت که با درخواست پاکستان به خاطر دست یافتن به سازش یگانه میان دو کشور است ادامه جنگ خودداری کرد. ترامپ پیشتر گفته بود که اگر دوام 2 هفته ایران به سازش راضی نشود، زیر ساختارهای برقی و پلها را بمباران خواهد کرد. حامیان حقوق هشدار دادند که چنین کار میتواند جنایت جنگی شمرده شود. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه به ایران حمله کردند. جنگ تمام خاورمیانه را فرا گرفت و هزاران نفر کشته شد. ترامپ در پیامش گفت که نیروهای آمریکایی همچنان راهی بحری ایران را بسته نگاه می‌دارند. رهبران ایران این عمل را جنگ طلبی نامیدند. ایران گلوگاه هرمز را برای همه کشتی‌ها بسته است. آمریکا اجازه نمی‌دهد که کشتی‌های ایران نیز از اینجا گذرند. تهران هفته گذشته اعلام کرد که گلوگاه را باز می‌کند، ولی وقتی ترامپ گفت به محاصره بحری ایران ادامه می‌دهد، ایران قرارش را بکار کرد. ترامپ تلاش دارد به سازش با ایران دست یابد که از بالاروی قیمت نفت و بازار سهام جلوگیری و همزمان ایران را وادار به قطع برنامه هسته‌ایش کند. او بارها گفته است که باید ایران از اوران غنی شده‌اش دست کشد، چون اگر آن کمی دیگر کار کرد شود امکان ساختن سلاح هسته‌ای وجود دارد. در ناحیه اشتی ولایت سوخت گروه بزرگی از آهنگران جمع آمدند و کارهای آهنگری خود را به نمایش گذاشتند. آهنگران در اشت این کسب آهنگری را نسل به نسل حفظ کردند و حالا تلاش دارند که کسب اجدادی را مطابق با زمان معاصر رشد دهند. فرزان محمدی خبرنگار رادیو آزادی در انجمن آهنگران اشت شرکت کرد و این گزارش را برای ما و شما فرستاد. آهنگری کسب دوم دلشاد اصلانوف است، چون باید پیشه اجدادیش را ادامه دهد. پدر و بابا و بابا کلانش آهنگر بودند و شاگردان زیاد پروردند. کسب را راستیگه و خودسالگی میکردم، دوست میدم، برای همین
این کسب رو من آموخته رونق داده ایستادم که برای این کسبی پدری بابایم اولادیم گم نشود. وعده داده که من با پدرم که کسبی بابایم گم نشود. گفتم برای همین تو به خاطر اون پدرم فرا ایستاده این کسب رو. استاخانه دلشاد در دهه 8 ناحیه 8 قرار دارد و حالا چون موسم کشت و کاری بهار است برای آماده کردن کلان درخواست‌های زیاد گرفته است. او میگوید برای آسان شدن کار دهقان از صبح تا شام در آتش سوزان آهن را گداخته با بالغه سفته و تنوگ می‌سازند. مثلا از خیتای هم همین کلاندا اومد از دیگر دولت اومد لیکن با طلبات برای همین خود ما بسیار یعنی نسبتی ما صفتش پاس کاراش مستحکم نیست. دهه 8 را از قدیم مکان آهنگران نامیدند. آهنگران اینجا بیشتر از 100 نوع آلات روزگار را تهیه می‌کنند که مردم به آنها احتیاج دارند. شیرعلی علیف نیز زاده این منطقه است و هنر را از گذشتگانش به میراث گرفته است. اما او میگوید نظر به سالهای پیش استاخانه‌ها کمتر شده و دوام دهندگان این کسب نیز کاهش یافته است. چون که جای آلات دستی را تکنیک عوض کرده است. سالهای پیش مثال یک موقع 100 دانه دست فروشه حاضر مثال 10 دانه. سالهای پیش اساساً مردم دستی مهنت میکردن. حاضر مثال اساساً تکنیک بسیارتر برآمدگی. ولی جمعیت آهنگران ناحیه 8 میکوشد که با جلب هنرمندان منطقه توجه را بیشتر نماید. به این خاطر روز 19 اپریل دهها آهنگران از کشورهای آسیای میانه به اینجا جمع آمدند و دسترنج خویش را به نمایش گذاشتند و با هم تبادل اندیشه نمودند. استا مظفر از ناحیه شهرخان ولایت اندیجان به این انجمن آمده است و خیل‌های گوناگون کارت‌های دستی ساختش را به نمایش گذاشت. او میگوید با این هنرش بسیار مهمان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان می‌گردد. azaldan ustalarimiz bizga narxlarni belgilab از ازل استادان ما نرخ نهایی یک کارد را برابر به 1 کیلو گوشت معین کردند و چنین وصیت نمودند. یعنی حقمزد استا حالا برای یک کارد موافق به 120 سام است. ما همین انعنه را davom dada ایستاده ایم. azaldan usta bobolarimiz bizga ham xuddi shunaqa deb o'rgatgan. در این همایش چندی از هنرمندان سابقه دار منطقه با سپاسنامه‌ها سزاوار گشتند و محققان اثرهای نوشان را عاید این هنر معرفی ساختند. تاش میرزا نار میرزایف یک از میراثبران این کسب که فعلا در کشور روسیه کار و اقامت دارد از سوی کهنسالان دعای ارواح پیر را گرفت و طبق عادت انعنه کمربسته را اجرا کردند. او از راهنمایانشان جامه و کمربند گرفت تا کسب باستانی را حفظ کند و به دیگران میراث گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه 8. و مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در مدت 2 سال به ضد تقریبا 200 نفر از جمله 80 زن با اتهام قاچاق انسان و از جمله وادار کردن دختران به تنفروشی پرونده جنایی باز کردند. در یک گزارش تازه حکومت به سازمان ملل متحد که رادیو آزادی هم آن را امروز دید آمده است که این افراد را از سالهای 2023 تا سال 2025 به جوابگری کشیدند و در این مدت 55 پرونده در دادگاه‌ها بررسی شد و از جمله 38 زن برای این جنایت جزا گرفتند. در مدت این سالها بیشتر از 600 شهروند تاجیکستان غیرقانونی به جای برای تنفروشی و یا کار برده و استثمار شدند. مقامات رسمی وقتهای اخیر درباره به کشورهای عربی بردن و به تنفروشی مجبور کردن دختران تاجیک میگویند و چند پیش یک آوازخوان نه چندان شناخته در کشور را با عین اتهام دستگیر کردند. سازمان‌های غربی گفتند که تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای پیشگیری و استثمار شهروندان و قاچاق آنها کافی نیست و باید در آن بیشتر سعی کنند تا از این جنایت‌ها پیشگیری شود.
سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را در سامانه آزادی.org و صفحه های رادیوی آزادی در اینستاگرام و تیک تاک، فیسبوک و تلگرام و یوتیوب پیگیری کنید. خدا نگهدار.